برو بریم لوگوی استقلال رو بسازیم. البته خب خیلی هم گفته بودن که بریم بسازیمش. طبق معمول مرحله به مرحله میریم جلو و لوگو رو میسازیم و برای اولین مرحله باید یه دایره سفید بزرگ درست کنیم، اینطوری که با همون فرمول همیشگی به علاوه ی حالمون مثبت درست میکنیم که با استفاده ازش بشه یه دایره بزرگ ساخت. حالا بعدش طرح نوشته‌های روشو در میاریم و همین. برو بریم سراغ مرحله اول، یعنی ساخت دایره بزرگمون. اوکی، این شد نتیجهش. الان نوبت به اون طرح وسطش میرسه که برو بریم بسازیمش. برای مرحله آخر بعد اون نوشته ها و اعداد رو در بیاریم و از اونجایی که اندازه لوگو اونقدر بزرگ نیست که بشه همه نوشته ها و اعداد رو در آورد، واسه اون نوشته هایی که خیلی ریزه فقط چند تا خط میکشیم و فقط همون نوشته استقلال رو درست میکنیم. اوکی، این شد نتیجهش. الان فقط میمونه همون دوتا ستاره بالای لوگو رو درست کنیم که برو بریم سراغ ساختش. و اینم شد از نتیجه نهایی. دلیل اینکه این لوگو رو اونقدر بزرگ نساختم که بشه همه نوشته‌ها روش در آورد اینه که خب لوگوی تراکتورم دقیقاً همین اندازه‌ای ساختم و میخوام اینطوری باشه که همه لوگوهایی که از تیم‌های فوتبال میسازن به یه اندازه باشه. دلیلش هم به خودم مربوطه. و اینکه بگین نظرتون درباره این لوگو چیه و بهش چه نمره‌ای میدین.